سلام، وقت بخیر. هستیم در خدمتتون با آنباکسینگ یه دونه نخ سوپرفلاس مارک اورال بی. یکی از مارام که خیلی حرف گوش کنه و براش مهمه که بریجاش بوسیده نشن. اینو خریدم، میخوام براشون توضیح بدم. اینجا بود، شما هم فیلم بگیریم نگاه بکنید که قضیه چیه. ببینیم بعضی جاها هست که این بالای دندون ها بسته است، که یا وقتی سیم ارتودونسی دارید، وقتی که بریج دارید، این بریج یعنی این، ببین چه ایمپلنتی باشه، چه یعنی پول، چه ایمپلنت رو دو تا ایمپلنت رو هم وصل کنه یا چه دو تا روکش رو دندون رو هم وصل کنه که ریشه خود دندون باشه. وقتی شما اینجایید، اینجا همونجوری که می‌بینید بسته است، این بسته است، اینم بسته است. خب پس چه جور نخ دندون بزنیم؟ ببین بین این دو تا نخ میره، بین این دو تا هم نخ میره، ولی بین اینا نخ نمیره. چیکار باید کرد؟ ما باید نخ رو به صورت حالا یکم میگیرم بالاتر، کامل نمیشونمش که شما ببینید یه فضای خیلی میلیمتری اینجا زیر این هست که ما از این باید رد کنیم نخ. ولی چه جوریش؟ حالا چه جوریش رو خدمتتون میگم. اونم با این نخ دندون هاست. ببینید این نخ دندون ها، این انتهاشون نخه، اینجا یه حالت ابر مانند دارن و قسمت اصلیشون که کار اصلی انجام میده اینجاست. این مثل بند پوتینه، یعنی سرش مستقیمه، مثل نخ میخوای از یه جا رد کنی. نخ از سوزن رد کردین تا حالا که ببینید رد نمیشه یا محکم رد میشه، میکشین صاف میشه بعد ردش میکنین. پوتین هم اگر پوتین ها، کفش ها، سر بند کفش ها، اینها به این حالت مستقیم و سفت شده که بتونه راحت رد بشه. این نخ دندون اورال بی خواستم ببینید که چه جوری هست و نحوه استفادهش هم الان یه دونه‌شو در میاریم بهتون نشون میدیم. مرسی، ممنون. ببینید این نخ دندون عادی. خب شما حتی اگر همین نخ دندون خیلی با مهارت باشین، بتونین از اینجا رد بکنین، نیازی نیست که از اون نخ دندون بخرید. ولی خب سخته. ببین بعضی موقع خیلی چسبیده به دست است و نمیشه. خب اینو ما اینجا رد می‌کنیم. خب من رو ماکت نشون میدم تو دهان بیمار از یک از نخ دندون سوپرفلاس استفاده میشه. این سر جاشه، ما هم اینجوری میگیریم اینجا رو تمیز می‌کنیم. خب تمیز می‌کنیم سه بار، بعد میایم زیر پمپیکو سه بار می‌کشیم، به این وسطی میگن لحظه با انگشت نگه که من راحت بزنم اینو، با انگشت نگهش کنم جلوتر. ببین سه بار اینو یه کوچولو کمتر که بیاد بشه. این رد میشه از اینجا، زیر اینجا ماساژ می‌خوره و تمیز میشه و دوباره اینجا سه بار اینجا هم تمیز. یعنی تو سه قسمت شما تمیز می‌کنید، یکی جلو، یکی زیر، یکی هم پشت. اما از این طرف هم میگید می‌کشیدش. مثلا این نخ دندون عادیه، ولی اون نخ دندون سوپرفلاس اینه که سرش مثلا بند پوتین اینجوری شما نخو راحت می‌تونید از زیر روکش رد کنید. مرسی، ممنون.